بریم با هم خانه توکلی مشهد رو ببینیم. سلام به همه شما دوستای ارزشمندم. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب و زندگیتون در مسیر رشد باشه. امروز 18 آبان 1402 ما اومدیم به خانه توکلی مشهد. این خونه توسط معماری به نام احسان خانقرایی طراحی میشه و فردی به نام کشمشیان که به تجارت خشکبار مشغول بودن تا دوران پهلوی اول در اینجا سکونت داشتن. بعد از اون فردی به نام توکلی این خونه رو میخرن و بعد از 2 قرن بالاخره سازمان میراث فرهنگی و شهرداری مشهد این خونه رو از آقای توکلی میخرن و اون رو مرمت و بازسازی میکنن که به گفته راهنمای گردشگری اینجا آقای توکلی الان در قید حیات هستند. حالا اگه دوست دارید بشنوید که چرا این خونه به خانه اجنه معروف شده، لطفاً با لایک و کامنتتون بهم انگیزه بدید و اگه این اولین ویدیو از کانال منه که مشاهده میکنید لطفاً سابسکرایب کنید و ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خب بزنید بریم ببینیم داخلش چطوره و اینکه داستان اینکه به خانه اجنه معروف شده چیه. به اعتقاد محلی ها و همسایه های خانه توکلی توی این خونه جنیان رفت و آمد دارن. اما تعداد اتاق ها و تو در تو بودن اونها و روشنایی کم این خونه و رفت و آمد فقرا و کارتون خواب ها به این خونه ممکنه دلیل این شایعات باشه. آدرس خانه توکلی حدوداً در نیم کیلومتری حرم از درب خیابان نواب صفوی قرار داره. اگه به بافت تاریخی و این معماری بی‌نظیر علاقه‌مندید میتونید همه روزه از ساعت 8 صبح الی 9 شب از این خونه بازدید کنید. همچنین هزینه ورودی این خونه زیبا تا این تاریخ 5000 تومان بود. ممنونم که مثل همیشه ازم حمایت میکنید. تا آخر ویدیو با من همراه باشید.
به حیات بیرونی میره و به اتاقای بالا، اتاقای مهمان که رفتیم بالا. این چه فضاییه؟ مهمان غریبه‌ای که میاد، آمده که میاد وارد اندرونی خونه نمیشه، از اینجا میره بالا، میره وارد اتاق مهمان میشه. حیات جداگانه و خودشون داشتن، اتاقای جداگانه و اینجا میشه اندرونی که بعد زیرزمین و نشیمن و نشیمن رو گالری و مطبخ و حیات اندرونی. این فضای کلی خونه ایرانی. آقای طرف شخص اجتماعی چیزی نداره که بعد یه اشتغال میکنه همین زندن 85 سالش هست، مالک آخر خونه است دیگه. آقای طرفی مالک آخر خونه است، الان 85 سالشه. 1343 خونه رو میخرن، 92 هم میفروشن به شرکت عمران از سازمان سامی.